در کتابخانه ملی تاجیکستان دوری دوم آزمون جمهوریوی خواننده بهترین اثرهای پیشوای ملت آغاز گردید. در این مرحله آزمون مذکور غالبان جایهای یکم، دوم و سوم دور اول بین هم رقابت ذهنی میکنند. آزمون تا 28 سپتامبر ادامه کرده غالبان معین میگردند. در مؤسسه دولتی کتابخانه ملی تاجیکستان دور دوم آزمون جمهوریوی خواننده بهترین اثرهای پیشوای ملت آغاز گردید که تا 28 سپتامبر ادامه می‌یابد. اطلاع داده شد که برای گذرانیدن آزمون در سه تالار مؤسسه شرایط فراهم آورده شده. خوانندگان می‌توانند به یگان ممنوعیت از چنین شرایط استفاده برند. از جمله یک از این تالارها مخصوص با نام همین آزمون تالار خواننده بهترین اثرهای پیشوای ملت گذاشته شده است. اعضای حکمان با نمایندگی از وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، اکادمیای ملی علم‌های تاجیکستان، کمیته عاید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان انتخاب گردیده از دانشمندان و تاریخ‌شناسان دانشگاه‌های عالی مملکت عبارت می‌باشند. یادآور می‌شویم که با مقصد ارزگذاری به تاریخ پرافتخار ملت تاجیک، آموزش عمیق و همه‌جانبه کارنمایی‌های نجیب و فعالیت شایسته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در راه نجات دولت، تحکیم وحدت ملی، اعمار مدل نو دولت دموکراتی، حقوق بنیاد، دنیوی و یگانه تاجیکستان در شرایط نو تاریخی و به این وسیله دریافت چهره‌های نو سخنور و سخندان، ارج گذاشتن بر ارزش‌های ملی و فرهنگی، انکشاف قابلیت ایجادی، تحکیم احساس خودآگاهی و خودشناسی، افتخار ملی، تقویت قابلیت کاردانی و راهبری، آموزش همه‌جانبه مکتب دولتداری پیشوای ملت در بین نسل جوان اهالی جمهوری، بخصوص دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات میانه و عالی کسبی در مملکت آزمون جمهوریوی خواننده بهترین اثرهای پیشوای ملت دایر می‌گردد. محمد اقبال عبدالمجید، یاسمین النظرزاده، مهرآور ایستم، دوشنبه، خبر.